باغی را که در کنار یکی از بناهای استقامتی جزیره سبز را میماند میخواهند خراب و به جایش بنای نوی بسیار آشیانه بنیاد کنند. این باغ را در محله تیلاکان شهر خوجند یک ساکن همراه اهل عائله‌اش در 7 سال به قبل خودش در خرابزار سرسبز کرد. مستیبک فاضلبکوف باغش را آسان از دست دادنی نیست و تلاش دارد از شرکت ساختمانی 400,000 سامانی پاداش برویاند. شرکت ساختمانی سلطان سوخت در جای باغ طبق نقشه کل می‌خواهد بنای 5 آشیانه‌ای دارای مرکزی خدمت رسانی بنیاد نماید. رئیس این شرکت مفزون اشوراوا میگوید هرچند شرکتش اجازتنامه استفاده زمین و ساختمان را در دست دارد، از زحمت‌های چندین ساله صاحب باغ چشم پوشیدنی نیست و می‌خواهد آن را به نوع جبران کند. مستیبک فاضلبکوف 64 ساله و بازنشسته است. او قبلا در کامبینات معدنی انزاب کار کرده است. حالا همراه اهل عائله‌اش در بنای کنار باغ ساختش زندگی دارد. به قول فاضلبکوف رئیس شرکت سلطان سوخت گفته است که بر عوض درختان این باغ 8000 سامانی خواهد داد و ساختمان را ماه اوگوست آغاز می کند. او می گوید مبلغی به باغسازی مصرف کردهش به مراتب زیاد است. ولی مفزون اشورا و رئیس شرکت سلطان سوخت به رادیوی آزادی گفت که شرکتش تا حال ریشه‌کن کردن درختان و ویران کردن باغ فاضلبکوف را طلب نکرده است. او میگوید تلاش دارد بحث را با راه مشورت و سازش حل نماید و تنها بعد پرداخت ضرر و بی آسیب کوچانیدن درختان به جای دیگر ساختمان بنا را آغاز کند. در حالی که به گفته او فاضلبکوف تنها برای استفاده موقتی آن زمین تا زمان بنیاد بنا اجازتنامه دارد. به قول مفزون اشورا و شرکتش در جای باغ یک بنای 5 آشیانه استقامتی و دارای مرکزی خدمت رسانی بنیاد خواهد کرد. همچنین در کنار آن یک مرکزی دوزندگی نیز جهت جلب زنان محلی به کار بنیاد می کند. سالهای آخر در خوجند و شهرهای دیگر تاجیکستان به جای میدانچه‌های ورزشی و سیروگشت جوانان و کلانسالان و جای بازی برای کودکان بناهای بلند آشیانه قد راست می کنند. باغ‌های در کنار بناهای بسیار طبقه بنیاد کرده ساکنان را نیز خراب و هموار می کنند. حقوقشناس محبت جورایو میگوید خراب کردن باغ‌هایی که ساکنان در کنار بناهای بسیار آشیانه بنیاد کرده اند بدون آگاهی قبلی و پرداخت ضرر مالی به صاحب باغ از جانب صاحب نو آن زمین درست و قانونی نیست. در حالی که این گزارش آماده می شد رئیس شرکت سلطان سوخت مفزون اشورا و به رادیوی آزادی گفت که بحث شرکتش با فاضلبکوف ها با راه سازش حل نگردید و با شکایت صاحب باغ به دادگاه خوجند رفت.